حادثه خواننده محبوب ترکیه میخواسته اکسش رو رسوا بکنه که خودش رسوا شد. خبر خیلی جنجالی داریم واسهتون که برنامه‌های ترکیه رو ترکونده. با سلوی سودا همراه باشید. حادثه این خواننده محبوب نسل جوان ترکیه حواشیش تمومی نداره و مثل اسمش حادثه آفرینه. البته به قول کارشناسان برنامه‌ها و نشریه‌های ترکیه خودش مایل هست که جوری رفتار بکنه که همیشه تو صدر اخبار باشه، حالا چه با وجه مثبت و چه منفی. جنجال جدید حادثه چیه؟ ماجرا برمیگرده به داستان عشق پرآوازه حادثه با یکی از معروف‌ترین و محبوب‌ترین آهنگسازان ترکیه، یعنی سینان آکچل. سینان در واقع همون آهنگسازیه که یه جورایی عامل اصلی پیشرفت و دیده شدن حادثه شد، چرا که در سال 2009 آهنگ معروف دوم تک تک رو سینان آکچیل نوشت و حادثه اونو اجرا کرد و این کار تیمی جوری در اون بازه زمانی ترکون که نه تنها تو ترکیه بلکه در اروپا هم تو رتبه برتر بهترین آهنگ‌های سال قرار گرفت. اتفاقا موفقیت چشمگیر این آهنگ یه برکت دیگه هم با خودش به همراه داشت و اون هم عشق بود. حادثه و سینان وارد رابطه شدن و آوازه عشق و علاقهشون همه جا رو پر کرده بود. سینان و حادثه از 2009 به مدت 1 سال با هم بودن و بعدش خبر ناگهانی جداییشون پخش شد، اونم با اعلام اینکه سینان به حادثه خیانت کرده. ولی تو اون سالها حادثه هیچ وقت قضیه رو بازگو نکرد و حداقل توضیح درست حسابی نداد که علت واقعی جداییشون چی بوده. خلاصه حادثه‌ای که تاریخ تولد سینان و سینانی که تاریخ آشناییش با حادثه رو روی بدنهاشون تتو کرده بودن از هم جدا شدن. سالها از این موضوع میگذره و حادثه و سینان آدم‌های مختلفی وارد زندگیشون شدن، ولی معلوم نیست دقیقاً به چه علتی همین روز قبل حادثه که مهمان برنامه سلبریتی محور و معروف بوگجه بود و مجریش چهره محبوب ترکیه ابراهیم سلیم هست، در پاسخ به یکی از سوالهای مجری یه افشاگری اساسی کرد. حادثه بدون اینکه از سینان اسم ببره توضیح داد که چرا از یکی از مهمترین رابطه‌های احساسیش بیرون اومد. اون تعریف کرد پارتنرم موبایلش رو بهم داد تا روی لپتاپ شارژش بکنم و بعدش موبایل و لپتاپ بینشون اتصال برقرار شد و من محتویات موبایلش رو دیدم و ویدیویی که نباید رو دیدم و همین payane رابطمون şud. و خب منظورش احتمالاً دیدن یه ویدیوی مثبت 18 از پارتنرش سینان بوده. O arada lavaboya gitti. Birden her şeyi senkron etmek ister misin diye. Nedeni öyle bir soru oluyor ya. O videoyu izlemez olaydım ama iyi ki de izledim. Bir performans videosu. جالب اینجاست بدونه که حادثه از شخص مورد نظر اسمی ببره همه میدونستن راجع به چه کسی داره حرف میزنه و جالبتر این که خود سینا به این قضیه واکنش نشون داد. تو صفحه اینستاگرامش یه متن کوتاه جالب نوشت که ترجمهش اینجوری میشه: من این اتفاق رو این مدلی به یاد نمیارم، اما به هر حال روی حرف یک خانوم نباید حرف زد، ضمن اینکه خاطره های قدیمی خیلی وقته که فراموش شدن. سینا با همین متن کوتاه به صورت هوشمندانه دیسپک اساسی به حادثه نشون داد، ولی برای اینکه حادثه رو بیشتر شرمنده خودش و رفتارش بکنه امروز هم طی یک استوری ویدیویی از لحظه جایزه گرفتن حادثه برای آهنگ دوم تک تک به اشتراک گذاشت و نوشته خیلی بحث برانگیزی هم نوشت و من ترجمهش رو واسهتون میخونم. چقدر بی‌ریا و بی‌تکلف، گویا عشق، علاقه و احترام قبلنها خیلی قشنگتر ابراز میشد. هر حقی برگردن هر کسی دارم حلالشون میکنم. و طبق اظهار نظر رسانه‌های ترکیه سینا با این حرکت تیر خلاص رو زد و در واقع حادثه خودش تو چاهی افتاد که برای سینان کنده بود. برنامه‌های ترکیه میگن حادثه میخواست بعد از سالها برای سینان رسوایی بتراشه ولی وجهه خودش بدتر شد. خصوصا اینکه این اواخر حادثه به خاطر حرکات اروتیکی که روی استیج از خودش نشون داده و البته فیلم مثبت 18ی که بازی کرده محبوبیتش تا حدود زیادی افت کرده. خب به انتهای ویدیو رسیدیم. حتما نظراتتون رو برامون بنویسید که خیلی مهمه. متشکرم که همراهمون هستید. مراقب خودتون خیلی باشید. خداحافظ.